چطوری تو؟ اوضاع احوال همیش خوبه؟ ببینم بدن خوبی داری. آره من خیلی خودم میلیسم، خیلی آدم تمیزیم. هم نگاه کن دیگه، ما هم خسته. چطوری تو؟ کار کاسبی خوبه؟ همیش خوبه؟ چیکارا میکنی؟ این خانومته؟ آره این خانومم. اینجا نگاش کن اینجا نشسته. من نگاه کن. منو ببین، من اینجا میشینم، اینم خانوممه. نگاه کن من دارم پایینو نگاه میکنم، همیشه حواسم به همه چی هست. آفرین چه مسئول. میخوام کش بدم موزه هم نشد. برو بدتر. تو چه خبر؟ خوب باید برخورد میکنه؟ آره اخلاق داره؟ مطمئنی اخلاق داره؟ اخلاق نداره بهم بگو. او چرا اینجوری میگی؟ خدا وکیلی چه من اخلاق ندارم. من به این خوبی، من به این ماهی، من به این آقایی، من به این خوبی ناکن. تو فقط بیا بهم غذا بده. ببین من چقدر آقام اینجا. ببین من اینجوری بمال. ببین من چقدر حال میکنم. آخه ببین قشنگ میکنم برات. آخه دیگه نکن این کارو. این کار نکن. ببین چقدر قشنگ کنم. یه ببر خستم با یه عیالوارم. به خدا عیالم نکن اینجا. خسته مریض میخوام. باردار نمیشه، مشکل بچه داریم. اگه خود این مشکل ما رو حل کنی دیگه ممنونت میشیم. آره من همش تو خونم غذا درست میکنم. خسته شدم دیگه. نمیدونم بعد چی کار کنم. از دست این همش قور میزنه. من چه قوری میزنم؟ من همش دنبال غذام. نمیدونم، من الان فعلا تو قیافم حوصله ندارم. اصلا برم کن. میخوام اون ولی تو نکن کارو. من آخه نه خوبه این کار بکن. خوبه لم بده. نمیخوام لم بدم. من همیشه میخوام رو پای خودم بایستم. من در مستقلیم. من اصلا رو میبره کاری با تو ندارم. آخه الان میخوام بهش ببین نگاه نکن اینجوری. الان با تو قهرم کارم باید نداره. درسته این آقا شاهده. من راحت که من خودم لیست میزنم. شما برو کار. ما هم خودم لیست میزنم. آقا بذار به کارم برسیم. آقا خدافظ.